بانوی شاعری که بر اثر بیماری حصبه درگذشت. پروین اعتصامی. درسته؟ کدام کشور مبدأ ورزش گلف می باشد؟ انگلستان. خیر ولی نزدیک هستید. اسکاتلند. درسته؟ این تصویر متعلق به کیست؟ بهرام افشاری. باریکلا. نخستین پایتخت ایران. تهران. خیر. نه. اصفهان. نه. نزدیک همدان. حکمتانه. درسته؟ بله. غذای ملی ایران چه نام دارد؟ می‌کنم کباب. قرمه سبزی. درسته؟ کباب رو درست گفتم. زبان زرافه چه رنگی است؟ رنگ تیره است. رنگ تیره است. مشکی. درسته، مشکی. درسته. لقب بابا طاهر چه بود؟ اوریان. درسته. کارگردان فیلم ابد و یک روز. همین یادش خارج هم جایزه برده یادم رفت. فکر کنم منظورتون آقای اصغر فرهادی است، ولی خب نه، ایشون نیستن. سعید روستایی. بام جهان کدام کشور است؟ تبت. بله درسته، عالی بود. مبارکتون باشه. ممنونم که تو مسابقه شرکت کردین. چی فرمودین؟ پولش میرسه به من. بله پول همه باباها میرسه به دخترهاشون. موفق باشید. ممنونم. شما در نکنید. سلامت باشید.